عکسم که اومد. شانس رو ببین، خودش مثل مانکناس والا، ما هم مثل سیب زمینی افتادیم. من تگو بر میدارم، الان هر کی ببینه پا میشه میاد. اگه این کارو بکنی دیگه باهات حرف نمیزنم. دیگه منو تگ نکنی. چی شد جونه؟ دوست دخترت ناراحت میشه؟ قیافت که شبیه ماره، خوب بچسب طوری گردنش. اوف، قلبم درد میکنه. فکر میکنین من میدون خالی میکنم؟ آره؟ جایی میخوای بری؟ چون خدافزی کردی پرسیدم. از اینجا یکم دور میشم. بدون موتورت میخوای بری؟ تاکسی خبر کردم، یکم دیگه میرسه. جالبه. خجالت نکشی موتورم میبری. چی میخوای از من؟ بگو کجا میری؟ اونقدر پانسمان برات انجام دادم، حق دارم بدونم. چرا با من انقدر خوب رفتار میکنی ها؟ در حالی که من لایق هیچ کدوم نیستم. چون برات ناراحتم. ناراحتی؟ اما باید از من دور باشی، چون من واقعا خطرناکم. تو خطرناکی؟ تو کبریت بی خطری. من آدم شناسم پسر. هیچی نمیدونی. بگو تا بدونم. مطمئنی که میخوای بدونی؟ ساواش بگو. این گردنبندو ببین، من برای ملیسا خریده بودم. چطور ممکنه؟ آقا هالوک اینو به مادرم هدیه داد. اون روزا یادت میاد درباره اون شب یه چیزایی تعریف کرده بودم. شبی که ملیسا گم شده بود؟ همه چیزو یادم نمیومد، توی ذهنم بعضی خلاها بود، اونا رو هم پر کردم. دیگه همه چیز روشن شده. چرا معما طرح میکنی ساواش؟ آقا ساواش، تاکسیتون اومد. الان میام آرهان. خداحافظ. ساواش وایسا، تا همشو تعریف نکنی ولت نمیکنم. ملیسا رو من کشتم. خواستم خودم رو بکشم، نتونستم. باید یه جوری تاوانش رو پس بدم. حالا دیگه همه چیزو میدونم. دیگه بهتره برم. آماده سازی اختصاصی توسط سایت دانلود فیلم 1448. رهنا خانم باید در مورد یه چیزی باهاتون حرف بزنم. چی شده؟ چیزی شده؟ فکر کنم یه اتفاق بد داره میفته. ساواش فکر میکنه ملیسا رو کشته. انگار میخواد بره خودشو به پلیس معرفی کنه.
تو همه اینا رو رهنا خانم لطفاً باید یه کاری بکنیم. زود باش یه سلفی دیگه. زیاد شد. لطفاً منو ناراحت نکن دیگه، زود باش. خیلی خوب آخریشه. باشه تو هم بیا اینجا. حله. مدلای مهمونی تو چه شدیم، حواست هست؟ آره والا، اما داداش راستشو بگم مهمونی تو خیلی بهتر. آره خوب بود، بیشتر از همه برای تو خوب بود. آقا امره موفق شد یه طفل محسوم دیگر رو تو دامش بندازه. ببینم تو سلینو میگی؟ خوب بلدی خودتو بزنی به اون راه با نمک. پسر ادای سلین داره منو خفه میکنه، رسما همه کاراش رو مخم. یعنی میگی که رابطتون جدی نیست؟ نه بابا جدی نیست. دیروز خونه ما نشستیم صفحه فیسبوک رو گرفته اینطوری این دختری کیه، اون دختری کیه، این کیه. هنوز یه ماه هم نیست با همیم، چرا همه چی باید بگم؟ البته سر تو هم شلوغه. عشقت اومد. عشقم. سلام. چی شد پسر؟ رهنا خانوم. بله. راننده تاکسی که آقا ساواشو برد. بله میفهمم. باشه خیلی ممنونم. رهنا خانم پیداش کردی؟ بله پیدا کردن. بریم عارف. منم میتونم بیام؟ میتونی بیای. نرو، خواهش میکنم نرو، منو تنها نذار. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. سلام. فکر را نمیای. منم همینطور. دیگه نمیدونم چی باید بهت بگم. پس صدا تو ببر و ازم فاصله بگیر. در واقع میخوام بگم اما تربیتم اجازه نمیده. تو تربیتم داشتی؟ توی خونه نگه میداری حتما. آخه اصلا ندیدم. هیچ کس تو رو اینجا نمیخواد. اینم یاد بگیر جایی که دعوت نشدی نیای. یادم هم نبود که تو دختر بی‌ارزشی هستی. اگه میخوای چیزی بگی بیا به من بگو. من با تو مشکلی ندارم. سلینو من دعوت کردم. احمق.